оё мулоқоти аввалини моро дар хотир доред? Он гаҳ касе набуд ва мо ба шумо кӯмак расонидем. то ки бори аввал ба рафиқатон занг занед ва дар тӯли 5 сония салом бигӯед. ин оғози сафари якҷояи мо буд ва аз рӯзи аввал мо ваъда додем ки ҳамеша бо шумо мемонем. дар ҳаёти ҳар яки мо лаҳзаҳои хотирмон мавҷуданд ва мо ҳамеша мешитобем ки дар хушбахтии худ бо наздикон ва дӯстон ҳам шарик шавем. мо ҷузъи ҳаёти ҳаррӯзаи шумо гардидем. сидқан ва самимӣ бо шумо будем, ҳатто дар лаҳзаҳои бунёди оила. ҳам дар зиндагӣ ва ҳам дар кору фаъолият диққати лозима ва сари вақтии мо нисбати шумо қатъ намегардед. ба ҳар ҷое ки рафтед мо ҳамроҳи шумо будем. ҳатто дар ҷойҳои душворгузар мо намегузоштем ки худро танҳо ҳис кунед. мо эътимоди шуморо ҳамеша қадр мекардем ва мекунем. шабонарӯзӣ саъю кӯшиш менамоем ки ҳамеша дастгири шумо бошем. ба ҳар як қадами гузоштаи шумо мо ҷавобан якчанд қадам мегузоштем, то ки боз ҳам наздиктар шавем. ҳама саъю кӯшиш, дастоварду муваффақиятҳои мо бо шарофати дастгирии шумост ва мо инро доимо қадр мекунем. мо 20 сол бо ҳам ҳастем ва аз ҳар вақта дида боз ҳам наздиктар шудем. тисел 20 сол бо шумо. тисел 20 сол бо шумо.
تو را هم دستی و همکاری افراخت، تو را هم دوستی از مهر آراست. چراغستان شدی از مهر دلها، که آغوشت کنون مأوای دل هاست. در آغوش دوشنبه شهر که چهره تاجیکستان محسوب می شود، امروز چهارمین روز چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری در شاه برگزار می شود و الکی ما یک سبقت را پشت سر گذاشتیم. انیخترش رو بگوییم 2 سبقت رو پشت سر گذاشتیم و این هم سومین سبقتی که قرار است امروز در شهر دوشنبه و بیرون از شهر دوشنبه هم برگزار گردد. رقابت های انفرادی جاده دوچرخه سواری است بین مردان زیر 23 سال. هم اکنون که میبینید این سبقت آغاز گردید از میدان دوستی که پیام دوستی ما را به همه قاره آسیا میرساند و آنچنان که میدونید تلویزیون ورزش را میتوان از طریق ماهواره تماشا کرد. این پیام دوستی به اقصا نقاط عالم نیز میرسد. چمپیونات آسیا است آید به دوچرخه سواری شاهرو در شهر دوشنبه جریان داشت و امروز الکی از شهر دوشنبه به بیرون هم در حرکت می شوند. خب امروز یکی از طولانی ترین سبقت ها تا کنون همین سبقت محسوب می شد و از نظر تعداد اشتراکچیان نیز بیشترین تعداد اشتراکچیان رو همین سبقت تا کنون دارد. تا اینجا سبقت ها تا به این حد تعدادی ورزشگران کسبی زیاد نبودند و مسافه هم به این حد نبود. حد اکثر مسافه ای که ورزشگران و دوچرخه سواران طی کردند مسافه 111 کیلومتر بود، ولی این سبقت به مسافه 130 کیلومتر دایر خواهد شد و مخلصان این رشته ورزش و خود ورزشگران را امیدواریم که آرزوهایشان را برآورده میکند. خب ورزشگران از میدان دوستی به سمت خیابان استاد صدرالدین عینی برگشتند و چند لحظه پس از کناری به قول افتاباز رقم 3 یا ایستگاه ماشین های رقم 3 باز میگردند، باز دوباره به سمت خیابان رودکی. در هر سال صورت این هم یکی از زیباترین خیابان های شهر دوشنبه است که سالهای اخیر واقعا هم مثل گل های بهاری شکفته است و باور نکردنی است. اگر فرد چند مدت به شهر دوشنبه نیامده باشد با عبور از این منطقه به خصوص در نیمه شب که چراغانی است و مثل خورشید همه بیناها می درخشند باور نکردنی است که شهر دوشنبه باشد و خیلی ها هم که از نوارهای تلویزیونی تماشا میکنند باورشان نمیاد. در هر صورت در همین شهری که به این زیبایی و به این سرعت در حال رشد و معاصر شدن هست، ورزشگران 12 کشور هم اکنون در سبقت مردان زیر 23 سال به مسافه 130 کیلومتر در نبرد هستند و اینجا اولین شده ما برایتان ورزشگر کشور ایران را باید بگوییم که آقا کاشی مهدی پیش این سبقت در حرکت هست. ورزشگر ایرانی که از ایران در این مسابقه 3 نفر اشتراک میکنند. باید قید نماییم که وقتی ورزشگران از هیئت کشور بیش از 2 نفر هستند، آنها میتوانند در جریان سبقت ها از شیوه های خاصی که دوچرخه رانان استفاده میکنند، چه در تورهای جهانی و چه در مسابقه های آسیایی، قاروی و جهانی و بین المللی استفاده خواهند کرد. امروز میبینیم اکثر دسته ها تکمیل هستند یا پرره هستند. همچنان در میدان معذرت در خیابان صدرالدین عینی در حرکت هستند، چندان سراسیمه نیستند چون میدانند در پیش فرصت زیاد است و باید کمی هم باشد در پیش دوربین های ما با نمایش خود بپردازند. مشکلی نیست چون واقعا هم زحمت میکشند و مهنت میکشند و در صف پیش 2 ورزشگر تاجیک را دیدیم که در حرکت هستند و اینم از همان گردش که گفتیم از نزد افتابازه رقمی 3 ورزشگران به سمت باز هم میدان خیابانی صدرالدین عینی بر میگردند. یعنی در حال حاضر ورزشگران 3.5 کیلومتر را طی کردند. همچنان ورزشگران تاجیک در صف پیش هستند، اما این پیش صفی فعلا چندان معنی ندارد. جای را بینید برای دیگر ورزشگران خالی میکنند چون از حالا در پیش بودن یعنی مقاومت هوا را شکستن برای ورزشگران چندان مفید و مساعد نیست. بهترش فعلا
در میانه این کاروان در حرکت باشند تا مقاومت شمال یا باد یا هوا آنها را خسته تر نکند و حالا باشد کمی هم باشد کم کم موقعیت درستری را انتخاب میکنند. در هر صورت در صف پیش همچنان آقا کاشی و یک نفر ورزشگر قزاقستان در حرکت هستند. باید بگوییم که امروز در این چمپیونات الکی دو سبقت در شاهراه صورت گرفت. نتیجه روز چهارم رو براتون یک یک خواهیم گفت شاید در ادامه، ولی اینجا همچنان در خیابانی صدرالدین عینی در حرکت هستیم و گفتیم واقعا هم این خیابان تا باور نکردنی تغییر یافته است، زیباتر، موثرتر و دیدنی تر شده. در هر صورت رشد کشور را نمیتوان نادیده گرفت و بر این رشد این چمپیونات و عموما فصل بهار و ایام نوروز باز شهامت بیشتری میبخشد، زیرا حضور این همه کشورهای آسیایی در چمپیونات آسیا که واقعا تا اینجا ما وقتی با خود ورزشگران نمایندگان هیئت‌های کشورهای اشتراکچی صحبت میکردیم از فضا و از میزبانی و از مهمان نوازی مردم تاجیک بسیار ستایش و سپاس میگفتند. امیدوارم ورزشگران را، ساکنان شهر دوشنبه، مهمانان شهر دوشنبه و من ساکنان تاجیکستان در طول این جاده که 130 کیلومتر را تشکیل میدهد و تلاش بسیار زیادی را انجام میدهند دستگیری خواهند کرد و نخواهند گذاشت که آنها از نظر فرهنگ مخلصی از تاجیکستان ناراحت بروند. در هر صورت باز هم برمیگردیم به خیابانی استاد رودکی و ورزشگران میچرخند به سمت محله چارباغ. مسافه برای ورزشگران معین هست. باز هم میگم فعلا هیچ کدام از ورزشگران سراسیمه نیستند چون فاصله زیاد در پیش. همکنون 57 کیلومتر را ورزشگران طی کردند. دوباره حالا پس از چندی از میدان دوستی عبور میکنند از محلی که مسابقه آغاز میگردد. خب باید قید نماییم که امروز در بین این ورزشگران باید یک بار برایتون اشتراکچیان رو معرفی کنیم از کدام کشورها چند نفری هستند. تنها کشوری که نمایندش یک نفر است در هیئت این کاروانی که همکنون در حرکت است از بنگلادش می باشد که حسین فیصل بیسواس می باشد. از بحرین دو ورزشگر اشتراک دارند، ناصر احمد و مدن احمد که الکی احمد صاحبی عنوان قهرمانی در این چمپیونات شده است که بعداً با این موضوع باز هم برمیگردیم. 7 کیلومتر را طی میکنند ورزشگران و در بین آنها همچنان که می‌بینید ورزشگران تاجیک نیز حضور دارند که در پوشینش ولایت سوخت نام نوشته شده است. در هر صورت با معرفی ورزشگران ادامه میدهیم. در بین این ورزشگران همچنین یک ورزشگر هندوستان هم هست، منو سرد از هندوستان، و 3 ورزشگر ایران در اینجا حضور دارند. چند لحظه پیش دیدیم که در صف پیش در حرکت هستند و اینها ورزشگران هستند. آیدین علیاری که او هم ملکه صاحب جایزه گردید، لبیب شتربان علی و آقا کاشی مهدی. و سپس میگذاریم به ورزشگران کشور عراق که اینجا از کشور عراق 4 نفر یعنی در هیئت پوره هستند و میتوانند برای جایزه های این نمودی دوچرخه سواری در چمپیونات آسیا تلاش کنند، زیرا هر دسته که تکمیل تر باشد برای مقاومت و مقابله با حریفان کارش آسان تر خواهد شد. خب مسافه 78 کیلومتر را ورزشگران طی میکنند. همچنان هیچ کدام از ورزشگران سراسیمه نیستند، ولی یک گریز از این هیئت ورزشگری قزاقستانی انجام میدهد و از پس او باز میبینیم که چند ورزشگری دیگر در حرکت میشن. اینا شیوهی خاص هستند تا بتوانند ورزشگران دیگر دسته ها را کمی هم باشد به سردرگمی در آورند، چون این شیوه ها استفاده می شود بخصوص در میانه های سبقت. خب رسیدیم به ورزشگران عراقی که باید معرفیشان میکردم. البته حزیم مهدی، علی محمد، سید مصطفی و علی رکابی عبدالخدور احمد هستند که از کشور عراق همچنان که می‌بینید در این کناره در اکران های شما در حرکت هستند. لباس های سرخ و شلوار های سیاه بر تن دارند
و این ورزشگری که میبینید در حرکت بود از همه آخر ورزشگری کشور فلسطین بود که او هم از کشورش تنها اینجا حضور دارد، زغاری مصطفی. خب با ورزشگران قزاقستان میریم که یکی از داوطلبان اساسی در برابر ورزشگران کشور ازبکستان در این رشته قرار دارند. البته مدن احمد ورزشگران بحرینی هم بسیار ورزشگران توانا هستند. در هیئت دسته ایران نیز قهرمانان آسیا وجود دارند و همکنون این ورزشگران 8 کیلومتر را طی میکنند، همچنان سراسیمه نیستند. باز هم و رسیدیم به ورزشگران کشور قزاقستان که برایتان معرفی کنیم. ویناکوروف نیکلاس فرزند قهرمان المپی از کشور قزاقستان الکساندر ویناکوروف هست که هم قهرمان المپی است و هم جایزه‌دار المپی. در میان دوچرخه سواران عالم بسیار شهرت خوبی دارد این ورزشگر و بسیار انسان خاکسار و زمینی هم هست. مرد بسیار عجیب است که ما با او صحبتی هم داشتیم هنگامی جایزه سپاریش در روزهای قبلی و آمده است شاید اینجا یک بار دیگر شهد پیروزی فرزندش را بچشد. خودش شهد پیروزی را در بازی المپی چشیده و باقی مانده است فرزندش هم که راه پدر را پیش گرفته است. میگویند میراث پدرخواهی کسبی پدر آموز. او واقعا هم میخواد میراث بری پدرش باشد. ویناکوروف نیکلاس و همراه او پرونسکوی نیکا دانیل بروسنسکی گلب و سلامجان اورکین از قزاقستان هستند. هیئت 4 نفره که همچنان که با لباس‌های زرد و با نوشته‌های قزاقستان پس از 2 ورزشگر پاکستان در حرکت هستند. هر 4 ورزشگر درباره همین ها میگفتیم که اینجا نیکلاس تحت رقمی 8 در حرکت هست، نفری دوم بود. خب مسافه 8 کیلومتر را کاروان پشت سر میکند و از نزد دانشگاه اگراری یا دانشگاه کشاورزی تاجیکستان این گروه عبور میکنند. هنوز هم از پلوتون یا کاروان کسی جدا نشده است و فاصله نگرفته. پیش صف و پیشگامان نیز نیستند. واقعا هم میراث عزیزی آل سامان دارد این روزکی نام تاجیکستان دارد. نرم است چه آب و گل دلها خاکش، مردان بزرگ سخت پیمان دارد و واقعا هم در همین خواب که آب و گل هم اکنون چمپیونات آسیا جریان دارد و هیچ سراسیمه نیستند. فاصله 130 کیلومتر است. قوت را باید درست تقسیم بندی کنند تا بتوانند در کیلومترهای آخر نیرو برای تلاش جهت کسب زینه های افتخاری داشته باشند. خب رسیدیم به ورزشگران پاکستانی. مغولستان رو برایتون ابراز داشته بودیم. یک نفر اینجا بود از کشور مغولستان، اینجا بادسنگل امرتوفشین که الکی در مسابقه قبلی هم اشتراک کرد و هم اکنون اینجا نگاه میکنیم که 3 ورزشگر کمی هم باشد از هیئت اساسی یا کاروان اساسی توده اساسی دوچرخه سواران فاصله گرفتند و این هم ورزشگری کشور پاکستان از نفر اول، دوم و سوم رو میبینیم که ورزشگران کشور امارات متحده عرب هستند که حالا ما معرفیشان نکردیم، تازه به پاکستان رسیده بودیم. در هر صورت آنها محله چارباغ را پشت سر میگذارند و به سمت خیابان حافظ شیرازی در حرکت میشوند. محله چارباغ الکی 16 کیلومتر را تشکیل میدهد و معلوم میشد این ورزشگران این مسافه را گذشتند و خود توده دوچرخه سواران هم کم کم به محله چارباغ نزدیک شده ایستادند. به هم نقطه 16 کیلومتر نزدیکند. چند لحظه پس به سمت خیابان حافظ شیرازی برمیگردند که از کلاسیکان تاجیک و از گذشتگان واقعا هم با نام ملت ما هستند. خب 16 کیلومتر را کاروانی اساسی دوچرخه سواران هم عبور میکند که به خود زبانی تخصصی دوچرخه سواران پلاتون گفته می شود، یعنی آن گروه از ورزشگران که تعدادی از همه بیشترین در آنها جای گرفته است در حرکت هستند. نفران پیش صف را پیشگامان یا پیش صفان می توانیم بگوییم و آنهایی که عقب ماندند از کاروان عقب مانده ها هم گوییم می شود که
چندان خوب به نظر نمیرسد. در هر صورت بینید یک نفر از همه دیرتر هست و این ورزشگر رو باید ببینیم که از کدام کشور است. میتونه از قزاقستان باشد یا از مغولستان. از بنگلادش است احتمالاً، چون گفتیم تنها یک نفر فیصل بیسواس حسین از بنگلادش است. بله، اینجا تازه به خط 16 و از 16 کیلومتر نزدیک می شود از کاروان. این دوچرخه سواری بنگلادشی خیلی دور مانده است و اگر شهر دوشنبه نمیشد و جنگل میشد گرفتار غارتگران یا حیوانات وحشی شدنش ممکن بود. باید به کاروان برسد. ورزشگر بنگلادشی حسین فیصل بیسواس رو برای شما کارگردانان ما که بسیار تلاش شبانه روزی سخت و سنگین رو پشت سر میگذارند در ایام برگزاری چمپیونات آسیا پیشکشتان میگردانند. بله، ورزشگر بنگلادشی هست. او در سبقت‌های دیگر نیز اشتراک داشت و 3 نفر پیش‌صفان را برای ما نشان میدهند. 2 ورزشگر امارات متحده عرب و 1 ورزشگر پاکستانی که برایتان بیاید آنها را بگویم. از کشور عرب در سمت پیش هست الهاجری عبدالعزیز و احمد همدم و از پاکستان حالا پیش صف یوسف است که تحت رقم 20 هنرنمایی میکند. از کاروان اساسی فاصله گرفتند و پیش صفان هم اکنون این ورزشگرانند. در حالی که ما انتظار داشتیم که ناصر احمد و مدن احمد از بحرین تلاش میکنند که پیش صف باشند یا ورزشگران قزاق، اما هنوز ما حتی به نیمه 1/3 یا 1/4 سبقت نرسیده ایم، چون در کیلومترهای آخر خواهیم دید که کی غالب میگردد و کی که پیش صف خواهد بود. بیهوده مردم محلی نگفتند که چوجه ها را باید در تیر ماه شمارید، زیرا تا به آن وقت کدام یکی از آنها خواهد رسید یا نرسید. بنابراین منتظر میمونیم تا خط نهایی برسند، بعد بگوییم که حالا پیش صفان آیا واقعا هم امکان کسب مدال طلای چمپیونات آسیا، عنوان قهرمانی چمپیونات آسیا را خواهند داشت یا نه. و باز هم ورزشگران کشور پاکستان و امارات متحده عربی پیش صفند. کاروان همچنان 3 پیش صف دارد که راهگشا هستند در اصل و این کاروان یا توده اساسی دوچرخه سواران و 1 ورزشگر دیگر بیچاره‌ک از بنگلادش در آخر از کاروان عقیب مانده است و گرفتار درندگان است بگوییم، چون واقعا هم زینه از همه آخر شاید همون احساس گرفتار درنده ها شدن را داشته باشد. ایام نوروز است وطنی ما و کوه و دشت و دمنهایش سرسبزند واقعا. سبزگون پشت و صحرای وطن، سبز پوش است همه جای وطن. ورزشگر خودمون رو یک چند لحظه میبینید که برایتون البته فعلا معرفی نکردیم. یونوسف منوچهر بیاد در همین فرصت ها که حالا تازه تقریبا 19 از 16 کیلومتر رو پیش صفان این سبقت ورزشگران یوسف و عبدالعزیز و همدم طی کرده ایستادند. درباره ورزشگران کشورهای اشتراکچی بگوییم. خب از پاکستان در اینجا حضور دارند علی شاهولی، آقا زهیر علی و زغاری مصطفی. معذرت زغاری مصطفی از پاکستان است. علی شاهولی، آقا زهیر و یوسف هستند که ما دیدیم اونجا در حرکت هست. و در همین پلوتان یا کاروانی اساسی که مسافه 23 از 16 کیلومتر را طی کرده ایستادند، ورزشگران از کشور تاجیکستان به شرح زیر می باشند. عزیزان، محمد جان، محمد علیف خورشید، یونوسف منوچهر و عبداللهیف منوچهر هستند. منوچهر در حیاتی دست تاجیکستان در هنرنمایی هستند اینجا و از امارات متحده عرب که در صف پیش ما آنها را می دیدیم. یک بار دیگر نام های 2 تاش را تا کنون درباره
الحجری عبدالعزیز و احمد همدم گفته بودیم. موندن دو نفر دیگر، المطیب محمد و المحمدی علی عیسی عبدالله. علی عیسی عبدالله احتمالاً هست، چون به زبان انگلیسی نوشتن، شاید این گونه تلفظش شده باشد. از امارات متحده عرب بودند. و نهایتاً ورزشکاران کشور ازبکستان همسایه کشوری ما موندند که امروز علاکه صاحب دو نشان طلا و دو عنوان قهرمانی گردیدند و تلاش میکنند این بار هم اگر عنوان قهرمانی رو بگیرند که واقعا دیگر نتیجه هاشون تا این لحظه از چمپیونات آسیا از همه بهترین خواهد بود. در هر صورت در حیات آنها ستنکوی نیکیتا، رحیمبایف قدرت، آغلی بک زادبک و الکسی فاموسکی و دمیتری باچاروف حضور دارند در هیئت دسته ازبکستان و این سه تن از پیشصفان از امارات متحده عرب دو نفر اول و از پاکستان در زینه سوم در حرکت هستند. مسافه 25 کیلومتر را الکی طی کرده ایستادند این ورزشگران و مسافه 25.5 کیلومتر این در برش خیابانی حافظ شیرازی با برش خیابانی اسماعیل سامانی می باشد که همچنان که بینید با قصر ملت نزدیک شده ایستادند پیش صفان و توده ورزشگران تازه با پولی که خیابان‌های حافظ شیرازی و اسماعیل سامانیش را بوریش میدهد نزدیک میشن. یعنی فاصله ورزشگران پیش صف از کاروان اساسی خیلی است به نظر میرسد. خب باید قید نماییم که در این چمپیونات الکی در میان همین ورزشگرانی که اینجا حضور دارند دو تا جایزه داری چمپیونات آسیا یا قهرمانی آسیا آید به دوچرخه سواری حضور دارند. همچنان گفتیم آیدین علیاری است که در سبقت‌های میان مردان 23 سال در سبقت‌های انفرادی وقت دار به مسافه 24 کیلومتر صاحب زینه سه‌ام افتخاری گردید، یعنی جایزه دار گردید در اصل. و مدن احمد از بحرین است که الکی عنوان قهرمانی المپی را دارد. بله این هم ورزشکاران از مسافه 25.5 کیلومتر گذشتند و به سمت قصر ملت در حرکت هستند که مردان بزرگ سخت پیمان دارد. گفته ایم که نرم است چو آب و گل دلها و خاکش، مردان بزرگ و سخت پیمان دارد. و این هم ورزشگری که از کاروان عقیب افتاده است و گرفتار است. این هم ورزشگر کشور بنگلادش که تحت رقم 1 تازه به هنرنمایی یا به سبقت پرداخته است. فعلا او نه از مسافه 25.5 کیلومتر از نزد پولی پوتوفسکی میگویم یا برکت، زمان اونجا کوچه پوتوفسکی نام داشت، عبور میکند. در خیابان حافظ شیرازی در حرکت هستیم. واقعا هم خودی مسیر را یک گونه ترتیب دادن تشکیل کنندگان مسابقه تا نه تنها معرفگری امروزی تاجیکستان باشد، معرفگری گذشته و آیندهش هم میتواند باشد. زیرا ببینید خیابانی استاد رودکی، خیابانی عینی، خیابانی حافظ شیرازی، خیابانی سعدی شیرازی که همکنون این ورزشگران پیش صف به همون خیابانی سعدی شیرازی نزدیک می شوند. یک بار دیگر پیش صفان رو برای ما و شما نشان میدن که اینجا عبدالعزیز الحجری در صفی پیش، پشت سری او یوسف و سومین نفر هم احمد همدم در حرکت بودند. و این هم کاروان اساسی که در حیات آن 4 ورزشگری تاجیک هم هنرنمایی دارند، 2 تا منوچهر و یک خورشید و یک محمد جان.
مسافه 27.5 کیلومتر را پیش صفان یوسف و عبدالعزیز و همدم پشت سر میکنند. ورزشکاران تاجیک در پوشینه هاشان تاجیکستان نوشته شده است اینجا بر علم مشخص هستند، در میانه کاروان در حرکتند و باید قید نمایم که وابسته به سرعت آب و هوا که یا سرعت وزش باد یا شمال در میانه مردم بودن کار خوب است برای دوچرخه سواران. امیدوارم این ورزشکاران تاجیک که در توده اساسی در آنجا در حرکت بودند برای کشور ما یگان نتیجه های خوبی به دست آورند. به نظر می رسد برای عنوان و نشان های این مسابقه علاقه تعدادی ورزشکاران که تلاش میکنند معین باشد. اینها میتوانند ورزشکاران کشور بحرین باشد، ایران باشد، قزاقستان و ازبکستان. این کشورها بسیار قوی هستند در این سبقت و بعضی از ورزشکارانی که در حیات این دسته ها حضور دارند همکنون از نام مثلا ورزشگر مدن احمد از بحرین در حیات تیم بحرین میتواند در تورهای جهانی که ولت اسپانیا، جیرو د ایتالیا و همچنین تور د فرانس که معتبرترین سبقت های دوچرخه سواری جهان محسوب می شود. باور کنید حتی برخی رشته های بسیار پرآوازه دیگر را پشت سر گذاشته است. تور د فرانس از نظر محبوبیت و اعتبارش در سطح جهانی اگر خطا نکنم تنها از چمپیونات جهان اوید به فوتبال یا از لیگ چمپیون باشد یک چنین چیزی رو در جای خواندم. اعتبارش کمتر است. مسافه 28.8 کیلومتر را کاروان اساسی پشت سر میکنند و بینید کم کم سرعت تغییر یافته ایستاده است. کیلومترهای اول را برای گرم شدن احتمالاً این گونه در حرکت شدند چون باید کمی هم باشد بدن را آماده کرد برای دوچرخه سواری و یوسف با همدم و عبدالعزیز از امارات متحده عرب در حرکت هستند. به نوبت بینید برش هوا را میگیرند. خب از خیابان سعدی شیرازی همکنون به خیابان نعمت قربایف گذشتیم. همچنان که گفتیم در خیابان‌های تاریخی ما در حرکت هستند. از خیابان حافظ شیرازی به سعدی شیرازی گذشتیم و حالا در خیابان نعمت قربایف قرار داریم و به سمت بازار کاروان شهر دوشنبه یا مرکز سودایی کاروان که بزرگترین مرکز سودایی کشور شاید محسوب می شود در حرکت هستیم. همچنان نفران پیش صف دو ورزشکار کشور امارات متحده عرب و یک ورزشکار پاکستانی یوسف عبدالعزیز الحجیری و همدم احمد هستند که در حرکتند و این هم کاروان کم کم از شکل دایره به شکل خط راست تبدیل می شود و مطمئن باشد در ادامه برای پیشصفی ورزشکاران ازبکستان، قزاقستان و شاید ایران هم تلاشی را انجام بدهند. همچنان که ببینید در رأس این تورنه قطاری که گفتیم عموما شاید از همون حرکت تورنه هایی که در فصل بهار فضا و آسمان تاجیکستان را زیب میدهند استفاده شده است در دوچرخه سواری، چون از زمان قدیم یا از زمان پیدایششان تورنه ها وقتی از جایهای خنک به گرم و از جایهای گرم به سمت مکان دلخواهی خود می روند همیشه این گونه است که یک
تورنه قوی، هوایی که در آن فضا وجود دارد بوریش داده می رود تا تورنه های ضعیفتر پشت سر او در مقاومت هوا خسته تر نشوند و شکل خودی همان حرکت تورنه ها به همین حرکت ولسپیدرانان مانند است و حتی گاهی که ما در روزهای همین امروز الکی دیدیم در مسافه 61 کیلومتر و 111 کیلومتر مثل تورنه ها وقتی نفر پیش صف به سمت چپ یا راست در حرکت میشد مثل مورپیچ حرکت های رو انجام میدن تا از مقاومتی که هوا دارد در این حالت در ایمین باشند. چقدر مردم بسیار برآمدند و فرهنگ مخلصی واقعا هم برای هر یک کشوری که میزبان کدام یک مسابقه می شود مهم است. البته برای خودی مسابقه داخلی هم فرهنگ مخلصی و هواداری از دسته ها و از ورزشکاران محبوب خود بسیار ارزشمند هست که بیانگر فرهنگ آن کشور هست. بنابراین امیدوارم که آنهایی که گاه در کنار راه ایستادند و از ورزشکاران تشویق میکنند، گاه کفکوبی آنها را میشنویم و گاه دستگیری هایشان را، این هم باعث سپاس از ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه است که از چمپیونات آسیا این استقبال را میکنند. در هر صورت بعضی مشکلاتی که شاید برای ساکنان در شهر دوشنبه به وجود آمده باشد موقتی است، این همه گذشتنی است، ولی نام و افتخاری که تاجیکستان در عرصه بین المللی کسب میکند با برگزاری مسابقه های بین المللی با این سطح ارزش آن را دارد که یک چند مدت بعضی مشکلات که در رفت و آمد ایجاد می شود تحمل نماییم. خب همچنانی که ببینید این کاروان همچنان در حرکت هست به سمت بازار کاروان در خیابان نعمت قربایف و بعضی ها علاقه به نظر میرسد همین ورزشکار پاکستانی احساسی خستگی میکند که در صفحه پیش در حرکت است. همدم احمد از امارات متحده عرب، هیئت دسته پرهشون اینجا حضور دارد و اینجا ورزشکاران تاجیک رو میبینیم که در میان این توده یا کاروان در حرکت هستند. خب باید قید نماییم که البته تاجیکستان به ریشه در زمینه دوچرخه سواری نیست. زمانهایی بودند که تاجیکستان در این رشته واقعا هم هنر و مهارتی خوب داشتند. مخصوص سال 1972 در لیلیناباد سابق در زمان اتحاد شوروی یکی از بهترین ولاترک ها در اتحاد شوروی در شمال کشور ما ساخته شده بود و سال 1973 ملکه چمپیونات SSR در همین ولاترک برگزار شده است و سال 1976 علاقه منتخب جوانان تاجیکستان در چمپیونات SSR اشتراک داشتند. پس از آن که این ولاترک در شهر یا در ولایت لیلیناباد سابق ساخته شد. البته صحیفه های پر افتخارتری از این هم در طول تاریخ دوچرخه سواری در تاجیکستان داریم. نیکولای کاماروف چمپیون جهان در سبقت های انفرادی تعقیبی داشته است در سال 1979 و تا سال 1990 بیش از 30 استاد ورزش درجه بین المللی در همین دوچرخه سوار داشتیم. 150 استاد ورزش اتحاد شوروی داشتیم و 10 تا رکورد جهانی. اینم باید تاکید کنیم که در همان ولاترکی که در ولایت سوخت همچنان پابرجا هست و سالهای اخیر آن را دوباره احیا کردن تا ورزش دوچرخه‌رانی در تاجیکستان احیا گردد به ثبت رسیده است. تا کنون ما در چمپیونات آسیا پس از کسب استقلال اشتراک نکردیم و این اولین بار است که ورزشکاران ما در چمپیونات آسیا اشتراک میکنند.
خود فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان باشد سال 2010 تشکیل شده است. کم کم از محدوده دوشنبه ورزشگران بیرون شده ایستادند، به خصوص 3 نفر پیشگام که ورزشگران یوسف و الحجیری عبدالعزیز و احمد همدم هستند. اینجا از محدوده شهر دوشنبه در حال خارج شدن هستند، به سمت دروازه غربی شهر دوشنبه در حرکت هستند. پلتون یا این کاروان هم در حرکت است. چند لحظه پیش دیدیم که 3 نفر پیشگام نزدیک بود جاده رو خطا کنند و با آن طرف جاده بگذارند و راهنماهایی که در اینجا حضور داشتند با موقع آمده راه درست را بر آنها نشان دادند. چون من یک بار در اگر خطا نکنم یکی از تورهای جهانی یا تور دی فرانس بود یا ولت اسپانیا بود یا جیرو دی ایتالیا بود، کدام یکی از اینها که یکی از مشهورترین دوچرخه سواران پیتر ساگان با اینکه دید آنجا لنته کشیده شده است و باید نمی رفت، جاده رو به اشتباه رفت و البته بازگشت. در هر صورت چند ثانیه را از دست میدهد در این حالت. مسافه 130 کیلومتر رو این دوچرخه سواران طی میکنند. در داخل همین توده ورزشگران تاجیک حضور دارند. همچنانی که گفتیم 2 تا منوچهر از تاجیکستان و اونجا بینید تحت رقم 23 ورزشگری ما محمدیف خورشید در حرکت هست. تحت رقم 26 ورزشگرمان یونوسف منوچهر، عبداللهیف منوچهر و محمد علیف خورشید اشتراک دارند. و می‌بینیم که یک ورزشگری دیگر امارات متحده عربی تشنه شده است. واقعا هم کار ساده ای نیست دوچرخه‌رانی کردن به این مسافه که الکی در دروازه های غربی شهر دوشنبه قرار داریم. و پس از چند لحظه ورزشگران شهر دوشنبه را ترک میکنند و با دشت و دمنهای بسیار زیبای تاجیکستان خواهند رسید. هنوز هم از این پلتون برای رسیدن به پیش صفان هیچ کدام از دسته ها و یا اعضای هیئت های دسته ها تلاش نکردند. همچنان میبینیم همدم احمد و یوسف کم کم از پوشینه ورزشگران بینید چگونه شمال در حرکت هست و حرکت ورزشگران را دشوار میکند. در همین لحظه ها که ما آب و هوا رو اینجا میبینیم تقریبا 1.8 متر در ثانیه از سمت غرب شمال در حرکت هست. امروز 28 مارس و در همین جا همین وزش باد رو احساس میکنه و این هم دروازه های غربی شهر دوشنبه. دوچرخه سواران خود را به دشت و دمنهای سرسبز تاجیکستان رها می کنند که تاجیکستان کشوری خوشمنظر است. بر سرش در آسمان 7 اختر است، مردمانش مردمی باننگار، با بزرگان شهره بحر و بر است. خب ورزشگران همچنان در کاروان اساسی یا توده اساسی سراسیمه نیستند، ولی مطمئن باشید سبقت پس از بازگشت شکل دیگر خواهد گرفت. این آرامیش از دوچرخه سواران گرفته خواهد شد. تنها ورزشگری فلسطین است که در این نقطه آخر در حرکت هستند. 40 کیلومتر را الکی عبور کردن ورزشگران. هنوز 90 کیلومتر دیگر در پیش دارند. بازم برای ما ورزشگری کشور فلسطین مصطفی زغاری را نشان میدهند که از همه آخر در حرکت هست
اشاره های را بینید در طول راه برای آنکه دوچرخه سواران به راه نروند گذاشته شده است و همچنین نفران راهنما نیز با پرچم های زرد اشتراک دارند. برای آنکه راه را گم نکنند همچنین پیش این سبقت بینید چند تا مارشال که با آنهایی که بالای موتورسیکل در حرکت هستند مارشال ها گفته می شوند. معمولا وقتی سبقت های انفرادی جداگانه باشد برای هر کدام یک مارشال به حرکت در میاد و وقتی که سبقت های دست جمعی است هیئت کاروان ماشین های یاری رسان و همچنین مارشال ها پشت سر آنها در حرکت هستند. بعضی از این ماشین ها سرمربی و کمیسر و کارمندان خودی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا را میچرخانند و بعضی دیگر ولسیپد یا دوچرخه ها را بالای بام خود دارند، زیرا در حالت ویران شدن کدام یکی از دوچرخه ها زود آن را عوض خواهند کرد. خب ورزشگران تاجیک را برای ما نشان میدن. اینجا برای چند لحظه باشد تحت رقم 27 از تاجیکستان در این سبقت ها حضور دارد عبداللایف منوچهر. یکی از منوچهرها همین منوچهر است و اینجا دو ورزشگری ایرانی را میبینیم. در صفحه پیش ورزشگری قزاق است اسلامجانов آرکن و او را ورزشگری ازبک میگذارد. کم کم بازم میگویم این تورنه قطار از دایره به خط تبدیل شده ایستاده است. خب تا امروز گفتیم که در آغاز سبقت دو بار همین امروز ورزشگران کشور ازبکستان توانستند عنوان قهرمانی را به دست بیاورند و آن هم در سبقت های انفرادی عمومی میان جوان دختران به مسافه 61 کیلومتر. صافیه کریمووا مسافه 61 کیلومتر را در 1 ساعت و 36 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده زینه اول را به خود اختصاص داد. همراه او الینا سپیرین از قزاقستان نبرد بسیار شدید انجام داد و زینه دوم را گرفت. ورزشگری تاجیک را یک بار دیگر برای ما و شما نشان میدهند. منوچهر یونوسوف در بین ورزشگران کشور عراقی و هندوستان در حرکت هست. سرادا مناو تنها اشتراکچی در سبقت های 130 کیلومتر همین از هندوستان همین جوان است که زیر 23 سال مردانه زیر 23 سال بگوییم حضور دارند. همچنان که می‌بینید ورزشگران ازبک و قزاق حالا سراسیمه نیستند، در حالی که در دو سبقتی گذشته گفتیم برای جایزه ها همین کشور یا نمایندگان همین کشورها در تلاش بودند. حالا به منطقه‌ای رسیدیم که تلو تپه‌ای تر هستند و به سمت تپه در حرکت هستند این ورزشگران. یوسف و ورزشگر کشور امارات متحده عرب الحجیری عبدالعزیز و مشکل تر می شود و به نظر می رسد که خسته هم شده باشند. از صدای پیدل زنی یکی از آنها معلوم است که روغن کافی مالیدن نشده است. گفتیم به سمت تپه های بلند در حرکت هستند و به سمت فخرآباد که در بلندی هست در حرکت هستند، بنابراین خستگیشان احساس می شود. و علاقه از 3 نفر در صف پیش 2 نفر باقی ماندند. نفر سومش احمد همدم نمی نماید. خب بیهوده مسئولان کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا و اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری که همه فدراسیون ها و نهادهای دوچرخه سواری جهان را تحت اداره خود دارد یا در آنجا ثبت نام می شوند، بیهوده به این تصمیم نرسیدند که در تاجیکستان باز یک مسابقه دیگر دوچرخه سواری در کوه یا جاده های کوهی را برگزار کنند، چون دیدند که تاجیکستان چگونه برای برگزاری این گونه مسابقه، این نوع مسابقه که بیرون از شهر دایر می شود، همچنان که حالا می بینیم بسیار مناسب هست. باد و هوای بسیار مناسب دارد
امروز صبح 1 متر 0.8 متر در ثانیه وزش باد بود. در بلندکوه‌ها یا در فخرآباد دیده میشد که 1.8 متر در ثانیه است. در واقع در کوه‌ها باد بیشتر میوزد و به همین خاطر است که آنهایی که در صف پیش بودند کمی خسته شدند و حالا شاید از پلتون یگان حمله به پیش صفان صورت خواهد گرفت. بعد دشت و دمن‌های زیبا و کوه‌های سربلند و لاله‌زار، آب‌های همچو قلب تاجیکان بی غبار در حرکت هستیم. کاروان یا توده اساسی هم به منطقه های دشوار نزدیک میشن و منطقه هایی که دوچرخرانی نیروی بیشتری میخواهد و این هم ورزشکار تاجیک عبداللایف منوچهر از آخر در حرکت بود. و باز هم میرسیم به دشت و دمان ها و میدان های سرسبز تاجیکستان که پنجاه کیلومتر مسافه را ورزشگران طی کردن، همچنان که اشارها در کنار راه مانده شده است و همچنان سربلند می روند یا سر به سمت بلندی در حرکت هستند و کار کمی هم باشد سخت‌تر است. البته با عوض کردن دنده یا اینکه همون سکورستی دوچرخه هایشان می توانند که کارو برایشان آسان تر کنند، ولی سرعت حتما کاهش خواهد یافت و نسبتا خسته تر خواهند شد. و ببینید چقدر جاده های و منظره های زیبایی داریم. چند جای های دیدنی. کم کم ورزشگری ازبکستانی می خواهد از دیگران فاصله گیرد. الکسی فاموسکی که اگر خطا نکنم این ورزشگر در ترکیه آمادگی اش را دیده آمده است. خب بله، اینجا حالا مشاهده میکنیم که دو ورزشگر قزاق از پیش صفان که تا این لحظه احمد همدم و یوسف بود عبور کردم و این هم ورزشگران قزاق دانیل پرونسکی هست و همچنین گلب بروسنسکی می باشند که از پیش صفان نهایتا گذشتند. حمله ای که انجام دادن با برار بود و در همین منطقه دشوار گذر توانستند که از دوچرخه سوارانی که تا این کیلومتر حدود 60 کیلومتر پیش صف از کلی کاروان بودند بگذرند. دانیل پرونسکی و دانیل فامویسکی، معذرت میخواهم، از کشور قزاقستان و اسلمجانوف آرکن به هر صورت پیش صفی را گرفتند. چون به نیمه های سبقت نزدیک می شویم، اینجا هم گردنه‌ای به قول فخرآباد است که ورزشگران به سمت بلندی در حرکت هستند. خب در میان بانوان گفتیم که امروز بانوان ازبک و قزاق تلاش بسیار عجیب داشتن برای عنوان قهرمانی و تقریبا همزمان ولی با چند صدم ثانیه صافیه کریمووا از ازبکستان عنوان قهرمانی رو به دست آورد. الینا سپیرینه و دریا کازاکبای که او الکی عنوان قهرمانی در همین چمپیونات رو دارد به زینه دوم سیوم راه یافتن. یعنی در اونجا در همین پیش صفی دو ورزشگر ازبک و یک ورزشگر بانوی یا جوان دختری قزاق، دو جوان دختری قزاق و یک جوان دختری ازبک در حرکت بودند. در ثانیه های آخر جوان دختری ازبک پیش صفی را گرفت، فقط با فاصله چند صدم ثانیه. سپس در مسافه 111 کیلومتر هم که میانی جوان پسران برگزار شد، باز هم در خط
راستی نهایی گویم یا در چند صد متری آخر دو ورزشگر سلطانوف سمندر و ماکسیم تراسکین در تلاش شدند و آنجا هم ورزشگر ازبکستانی توانست که از ماکسیم تراسکین پیروزی را بیره باید. البته با کمی دلخراشی هم گویم می شود. ورزشگر قزاق بسیار ناراحت شد که پیش راه او را جوان پسر ازبک سمندر سلطانوف گرفت، ولی در همان چند صد متر مانده آنقدر سلطانوف حمله تیز تندی انجام داد که حال هوا را از ورزشگر قزاق ماکسیم تراسکین گرفته بود و تا به آخر ناراحتی ماکسیم تراسکین از بین نرفت. او حتی آبی دیده هم کرد که عنوان قهرمانی را از دست داده است. البته ناراحتیش از آن بود که فکر میکرد ورزشگر ازبک عملی نادرستی انجام داده باشد، ولی در آنجا در هر صورت داوران هستند و برای عنوان قهرمانی مصلحت نمی کنند، برای عنوان قهرمانی تلاش می کنند تا زینه را به دست آورند. و ببینید که علاقه فاصله دو ورزشگر قزاق دانیل پرونسکی و گلب بروسنسکی از دیگر ورزشگران بیشتر شده ایستاده است. به نقطه‌های بلند نزدیکند و ببینید چقدر دوچرخه‌رانی دشوار است. و مهنت و زحمتی که هم مارشال ها، هم نواربرداران، کارگردانان، آنهایی که این مسابقه را تشکیل میکنند و برگزار میکنند در اینجا بر علا دیده میشوند. کسی رو هم دعوت میکند بروسنسکی گلب، حتما شاید همدسته خودشان را باشد. اگر همدسته خودشان را بله، همدسته خودشان هست که دعوت میکند و این هم نیکلاس ویناکوروف را میخواهند به سگانه پیش صف برسانند و اوضاع یوسف چندان خوب نمی نماید. بینید با عذاب در دوچرخه‌رانی هست، با اینکه تا اینجا در صف پیش بود. آشامیدن و نوشیدن و استعمال کردن چیزی در میانه سبقت یا در هر کجای دیگر این قاعده ویران کنی نیست. بینید دستیاران استانا پرو که گفتیم در چمپیونات های آسیا و جهانی نیز اشتراک میکنند، در همین میان ورزشگرانی که اینجا هستند در شهر دوشنبه اشتراکچیان چمپیونات جهان نیز حضور دارند و اشتراکچیان تور دی فرانس و چندین مسابقه های بین المللی دیگر نیز حضور دارند. خب کاروان یا توده‌ای که دربارش صحبت می‌کردیم کمی هم باشد پراکنده شده است به دو کاروانچه خرد و واقعا هم مزرعه سرسبز دهقان، خاک زرخیزی زرفشان، سرزمین رادمردان تاجیکستان، کوههایش سر به افلاک، رودهایش شوخ و بیباک، مردمانش در مردمی تاق، تاجیکستان. واقعا هم کوههای سربلندش باعث سربلندی مردمانش هست. خب توده دیگر اینجا در حرکت هست، کم کم سراشیبی است و ببینید استراحت ورزشگران هم این گونه می باشد، همان گونه که تورنه ها هم مدت تا به بلندی ها پرواز میکنند و سپس روی هوا خودشان را رها میکنند. خب دو ورزشگر ازبک هم اینجا برای پیوست شدن به پیش صفان در حرکت هستند. این ورزشگران هم رحیمبایف قدرت و فامویسکی الکسی می باشد. سه ورزشگر قزاق سرعتشان را می افزایند. دیگر از نیمه
مسابقه عبور کردند و بینید نه تنها کاروان بلکه یوسف هم در آن پشت نمی نماید که آماده ایستاده باشد. این هم یوسف با یک ورزشکار ازبک. واقعا هم جالب است در سبقت‌هایی که امروز صورت گرفت گویا ورزشکارانی هم جوان دختر و هم جوان پسرانی ازبک و قزاق با هم مصلحت کرده بودند که دو قزاق و یک ازبک در میان پیش صفان و پیشگامان در حرکت می شدند و تنها در چند صد متری آخر با همدیگر سبقت واقعی انجام میدن. تا آنجا با همدیگر مصلحت و دستگیری همدیگر را میکردن. ولی پس از این که در دو مسابقه انفرادی عمومی هم جوان دختران به مسافه 61 کیلومتر و هم جوان پسران به مسافه 111 کیلومتر پیش صفی را از دست دادن، حالا به نظر میرسد که ورزشکاران قزاق تلاش دارند در میان خود هیچ ورزشکاری ازبک را راه ندهند و باز هم مزرعه سرسبز دهقانان تاجیکستان را میبینیم که در ایام نوروزی سرسبز و زیباتر و خوشبو و خوشگواراتر می شود. خب سه تن از پیش صفان را اینجا یک بار دیگر میبینیم. گلب بروسینسکی، پرونسکی دانیل و ویناکوروف نیکلاس است و امروز احتمالاً که الکساندر ویناکوروف قهرمان آسیا، قهرمان المپی از دستاورد فرزندش شاید خوشحال خواهد بود. باز هم یک بار دیگر تاجیکستان کشوری خوشمنظر است، بر سرش در آسمان هفت اختر است، مردمانش مردمانی باننگ و آر، با بزرگان شهره شهر و یا بحر و بر است. واقعا هم لحظه های بسیار خوبی را در ایام نوروزی هم ورزشگران اشتراکی در چمپیونات آسیا و هم عموما تاجیکستان پشت سر کرده ایستاده است. به طور ارزنده میزبانی را انجام داده ایستاده ایم. در حرکت هستند کاروانچه هایی که از کاروان اصلی جدا شدند. ورزشگران ازبک حالا در دومین کاروان 3 نفره در حرکت هستند و اینجا ویناکوروف نیکلاس، دانیل و گلب از قزاقستان در حرکت دارند و این بار با ورزشگران ازبک اجازت ندادند که در کنار آنها باشند. در مجموع ورزشگران قزاق با هیئت پوره آمدند. ورزشگران ازبک هم یکی از پوره ترین هیئت ها رو در این چمپیونات همین ورزشگران دارند و فردا هم البته چمپیونات آسیا دوام دارد. از همه طولانی ترین مسافه 175 کیلومتر است که در میان مردان یکچین برگزار می شود. برخی معذرت میخوام تازه ورزشگران از نیمه مسافه گذشته بودند و همکنون باز راه به سوی دوشنبه را طی میکنند. در دیارم که تاجیکستان نام دارد فضای دلکش و آرام دارد دوچرخه سواری میکنند. حالا این نفران هم از پشت سر آنها حتما از آن نقطه‌ای که باید بازگردند بله برمیگردند به سمت دوشنبه. 9 نیمه از مسافه مسابقه طی شده است همچنانی که میبینیم. این گردشی است که از آنجا ورزشگران به سمت دوشنبه بازگشتند. خب میبینیم یک ورزشگری قزاق اسلامجانوف ارکن در میان این کاروانه که خورد وجود دارد، ولی فاصله این 3 نفر را بینید از باقی دوچرخه سواران چقدر زیاد شده است. باز هم با
استعمال کردن مشغول هستند ورزشگران قزاق. خب باید قید نمیم که این چمپیونات هم مثل دیگر چمپیونات ها حتما از آزمایش های لابراتوری یا آزمایشگاهی میگذارند به خاطر دوپینگ، چه پس از انجام و چی در پیش از آغاز سبقت. چند روز پیش در مسابقه هم این موضوع برداشته شده بود ولی بدون تغییر باقی ماند. و بعضی از ورزشکاران شبهه کرده بودند به خاطر احتمال استفاده از دوپینگ، ولی در نهایت چنین نبود. خب فردا گفتیم باز سه سبقت دیگر برگزار می شود. سبقت انفرادی عمومی زنها 111 کیلومتر و سبقت انفرادی عمومی زنهای زیر 23 سال در مسافه 111 کیلومتر و مسابقه انفرادی عمومی مردان یکچین با مسافه 175 کیلومتر که پس از همین سبقتی که حالا در آن قرار داریم طولانی ترین سبقتی این مسابقه خواهد بود و تعداد اشتراکچیانش هم بسیار بیشتر هست. توده دویم هستین یا کاروانی که پس از این پیش صفان در حرکت می باشد. و باز هم دیار ما تاجیکستان نام دارد، فضای دلکش و آرام دارد. توده دوم در حرکت هستند که در میان آنها ورزشگران ازبکستان در صفحه پیش می باشند. ورزشگران ازبکستان نیکیتا ستینکووی، قدرت رحیمبویف، الکسی فاموفسکی و باچارف دمیتری در حرکت هستند. و این جاده ها را بینید چگونه زیبا، واقعا هم به قول سینمایی هست. این جاده هایی که در تاجیکستان وجود دارد دیدنی و فصل بهارمان هم واقعا هم فصل دیدنی است. وطن دلجمعی و آزادی ماست، وطن خوشبختی و آبادی ماست. همین آبادی ها هست که این مسابقه را میتونیم در شهر دوشنبه و بیرون از شهر دوشنبه برگزار کنیم. بسیار منظره های دیدنی. اینجا باشد ورزشکاران ازبک، عراقی و مغولستانی در حرکت هستند و یک ورزشکاری دیگر از ایران همراهشان هست. در هر صورت قزاق ها این بار که امروز سیمین سبقت است که آنها در صف پیش هستند، ولی دو تای اولش را الکی عنوان قهرمانیش را از دست دادند. خب در مجموع آنها توانستند صاحب 4 نشان امروز شوند که هر 4 تایش زینه یکم نیست. 2 تا زینه دوم و 2 تا زینه سیوم را به خود اختصاص دادند ورزشگران قزاق. همکنون در تاجیکستان راهبری اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری حضور دارد که فدراسیون دوچرخه سواری تاجیکستان از سال 2016 به عضویت آن پذیرفته شده است. عموما عرصه دوچرخه سواری در تاجیکستان از سال 1970 تا 90 رشد بسیار خوبی داشته است. پس از سالهای 90 که فروپاشی اتحادیه شوروی شد و سرسانی های هم به وجود آمدند، این رشته بسیار
به رکود رفت و همکنون از سال 2015 باز کم کم به سمت بهشوی در حرکت هست. گفتیم که ولترک که در ولایت خوجند هست الکی بازسازی شده است و برای استفاده مناسب است و همچنین مکتب ها و حلقه ها و دوره های دوچرخرانی در شهر دوشنبه در برخی دیگر نقاط راه اندازی شدند. خب باید قید نماییم که در مجموع از همه بیشترین مدال ها رو در چمپیونات آسیا همین ورزشکاران قزاقستان دارند که از آماری که ما تا سال 2016 داریم، البته در سال 2019 هم چمپیونات آسیا در ازبکستان برگزار شده بود. آنجا نیز ورزشکاران قزاق صاحب مدال شدند. سال 2019 بود چمپیونات برگزار شد در ازبکستان، در شهر تاشکند برگزار شد. همین سبقت‌های دوچرخه سواری در شاهراه را منظورم، چون از سال 2017 سبقت‌ها میان دوچرخه سواران در شاهراه و ولوترک یا پیراهه‌های شاهراه نه پیراهوی گوییم برگزار میشد یک جایه. از آن پس یعنی سال 2017 به بعد جدا کرده شدند. البته در ازبکستان چمپیونات آسیا اوید به دوچرخه‌رانی شاهراهی از 23 تا 28 اپریل برگزار شده بود. در ماه از 25 تا 29 مارت بسیار میخواستیم در زمانی که همه سبزه ها الکی دمیده اند یا رویده اند و درختان گل کرده باشند و سرسبزی تاجیکستان بیشتر باشد تا برای قاره آسیا باز هم منظرهای بهتری رو پیشکش کنیم، ولی خودی برگزار کنندگان چاره‌بینی فکری مردم رو هم کردند، چون اکثرا در ایام تعطیلات هستند، تعطیلات نوروزی، هم دانشجویان هم دانش آموزان، و به این فکر آمدند که در این روزهایی که نسبتاً ضرورت زیادی برای رفتن به هر جا نیست برگزار نمایند، وگرنه اگر دیرتر برگزار میکردیم این فضا باز هم سرسبزتر میشد. خب در چمپیونات آسیا که در شهر تاشکند 2 سال قبل برگزار شده بود، ورزشکاران قزاق در میان مردان هم در سبقت‌های دستوی یا گروهی و هم در سبقت‌های انفرادی با آغاز جداگانه و سبقت‌های دستوی هم زینه اول را به دست آورده بودند. ورزشکاران ازبک که میزبان مسابقه بودند، در میان بانوان 2 نفر، یک نفر اولگا زبلینسکا توانسته بود که هم در سبقت‌های انفرادی و هم گروهی زینه اول را به خود اختصاص کند. من در مجموع ورزشکاران قزاق در آنجا 3 مدال طلا، ازبکستان 2 تا و کشور کره جنوبی 1 مدال طلا به دست آورده بودند از مجموع 6 سبقتی که صورت گرفته بود. ولی می‌بینیم که برنامه سبقت ها در تاجیکستان گسترده تر هست، تعدادی سبقت ها زیاد هستند و عموما سبقت های پارالیمپی هم اینجا برگزار شدند که تعداد بسیار زیادی رو باز با مدال و افتخارنامه، مدال و جایزه ها قدردانی کردند. در پارالیمپیک باور کنید تعداد زیادی بودند، از جمله در پارالیمپیک مردانه، زنانه که باز نوعهای خود را دارد که با حرف ها اشاره می شوند و نارسایی های گوناگون دارند. یکی نابیناست، یکی یک پای ندارد، یکی از دست ندارد، یکی هست که مشکلات در ستون مهره یا حرکت دارند، خوابیده حرکت میکنند و 3 چرخه ها. تعداد زیادی ورزشکاران در اونجا از ازبکستان صاحب عنوان قهرمان شدند، از جمله در
سه چرخه هایی که اینجا بود ورزشکاران ازبکستان هر دو زینه را به خود اختصاص دادن. در میان بانوان هم در میان مردان هم صاحب عنوان‌های قهرمانی شدن. من در روز اول سبقت‌ها که روز 25 بود باز هم همون ورزشکاران قزاق و ازبک بیشتر درخشیدند. از جمله در روز اول در سبقت‌هایی که دستوی 4 نفره بود ورزشکاران قزاق جای اول رو گرفتن، از مغولستان جای دوم و از ایران جای سوم رو گرفتن. در سبقت‌هایی که یکچینی بانوان در سبقت‌های وقتدار ازبکستان زینه اول رو گرفت، زینه دوم به قزاقستان و زینه سوم به بانوی ایرانی متعلق بود و سپس سبقت‌های پارالیمپی برگزار شدند. در روز 27 هم بین مردان یکچین در مسافه 24 کیلومتر باز هم ورزشکار قزاق زینه اول، ورزشکار ژاپن زینه دوم و ازبکستان زینه سوم رو به دست آورد. در بانوان زیر 23 سال باز هم گفتیم ورزشکاران کشوری ازبکستان توانستند که از ورزشکاران کشور قزاقستان و امارات متحده عربی بگذرند. در میان بانوان یکچین هم باز ریناتا سلطانова از قزاقستان زینه اول را به خود اختصاص داد و روز 26 هم همچنین در مردان زیر 23 سال یک نفر از همین بحرین که امروز اینجا او را ما داریم زینه یکم و عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. خب ورزشگران الکی به شهر دوشنبه باز نزدیک می شوند یا از دروازه الکی گذشتن گویم هم می شود. همچنان سه ورزشگر قزاق در صف پیش هستند و اینها را هم برایتان یک بار دیگر خواهیم گفت. ویناکوروف نیکلاس، پرونسکی دانیل و گلب بروسنسکی هستند. یک نفر دیگرشان سلامژانوف اورکن در همون توده اساسی یا هیئتی کاروانی اساسی در حرکت است و شاید او را برای به قول وضعیت را با این دیگر ورزشگران فهماندن آنجا باقی گذاشتند تا جای میدانیم برای عنوان قهرمانی به عنوان قهرمانی رساندن یا در تورهای جهانی غالب گرداندن یکی از همدستهای خود 3 نفر دیگر یا 4 نفر دیگر که در هیئت دسته در آن مسابقه اشتراک بکنند خود را قربانی همان نفری اول میکنند. یعنی همه دو توان، همه بود و نبودی خود را به آن نفری میبخشند که باید عنوان قهرمان یا غالب مسابقه گردد که به آنها گریگوری گفته می شود. در واقع ورزشگران بسیار توانا و قدرتمند هستند ولی در بعضی جایها خودشان را قربانی همدسته اشان می کند تا او بتواند عنوان قهرمانی را به دست بیاورد. از جمله همین امروز ما دیده ایستادیم که اینجا ورزشگران یکی را به پیش گذرانده ایستادند، 3 نفر دیگر کمک کننده هستند و فقط یک نفر برای عنوان قهرمانی تلاش خواهد کرد. البته امروز کمی باشد وضع دیگرگون است. پس از آن ناراحتی که ورزشگران قزاق از ازبک ها داشتند در سبقت 111 کیلومتر، ورزشگران قزاق امروز و این بار در سومین سبقتی که در 4مین روز چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری برگزار می شود در صف پیش 3 تا ورزشگر قزاق را راه دادند. خوش آمدید یک بار دیگر به دوشنبه دوچرخه سواران قاره آسیا. این توده دوم است که در حرکت می باشد و در میان آنها همچنان که می دانیم ورزشگران ازبک حضور دارند. دانیل پرونسکی را اینجا میبینیم که در صف پیش در حرکت هست. شماره 9 دارد، در اینجا به مانند رقمی 6 می نماید البته، ولی در اصل آن طبق آن نشاندادی که ما داریم او تحت رقمی 9 در حرکت هست.
در مجموع امروز 32 ورزشگر از 12 کشور امروز نه در این سبقت، چون در سبقت‌های دیگر باز تعدادی گوناگون یا متفاوت از این تعداد و از این کشورها اشتراک داشتند. اینجا باشد فعلا از 12 کشور یا 12 هیئت کشورهای اشتراکچی در چمپیونات آسیا اشتراک دارند و 32 نفر به رقابت پرداختند. مسیر را هم الکی از آغاز دیدیم چی بود. توده دویمی ورزشگران هم به داخل خیابان‌های شهر دوشنبه نزدیکند. ورزشگران ازبک، قزاق، ایرانی و مغولستانی در حرکت می باشند اینجا. و این هم ورزشگر عراقی را که می بینید، الرکابی عبدالخدور، از همه آخران در حرکت است. از ورزشگر کشور مغولستان باشد. پیش از او در حرکت است. تنها اشتراکچی از مغولستان است بدسنگل امرتوفشین بود. و با آغوش دوشنبه برمیگردند پیش صفان این سبقت و کاروانی که آنها را در حال تعقیب کردن است عبارت از 4 ورزشگر ازبکستان در صف پیش و 1 ورزشگر ایرانی هست که در اینجا لبیب شتربان علی است. همچنان در حرکت هستند نیکلاس ویناکوروف، فرزند قهرمان المپی در صف پیش. در صف دوم دانیل پرونسکی و گلب بروسنسکی در زینه سوم. و این هم شیوه و جابجاگذاری ورزشگران ازبک رو می‌بینیم که با کمک همدیگر می‌خواهند به قزاق ها برسند. یعنی در اصل تعقیب اساسی از سوی همین ورزشگران به وجود آمده ایستاده است. سرعت رو بینید مثل آن کیلومترهای اول آرامش وجود ندارد. تلاش دارند هرچی فاصله رو بیشتر کنند، چون میدانند که هیئت ورزشگران ازبک از پشت سر آنها با تلاش و استواری که دارند میخواهند از این 3 ورزشگر بگذرند. این بار همچنان که گفتیم 1 ورزشگر ازبک رو در کنار خود نگرفتند، چون هر دو باری که در کنارشان گرفتند ورزشگر ازبک، ورزشگران کشور ازبکستان توانستند که عنوان قهرمان را بربایند. ورزشگران 3 کشور، انیخترش 4 کشور، ازبکستان، مغولستان، قزاق، عراق و ایران در حرکت هستند. و فاصله را اگر نگاه کنیم خیلی زیاد شده است. دوچرخه سواران قزاق بسیار خوب نیرویشان را تقسیم بندی کردند و به نظر هم خسته نمی رسند. ولی همون شیوهی که معمول است را استفاده کردند. همچنانی که میبینید همون 3 نفر به نوبت نفر پیش صف را عوض میکنند. یعنی سری این مار را عوض کرده میستند. همکنون باز نیکلاس ویناکوروف در صف پیش قرار گرفته است. همچنانی که میبینیم نه، پیشتر از او باز 1 ورزشگر دیگرشان هست. همچنان برای تعقیب آن 3 نفر پیشگام 2 نفر از ازبکستان تلاش میکنند، ولی ورزشگر عراق، ایران و مغولستان هم نمیخواهند از این توده عقیب بمانند که شکاری یگان شکارچی در بیرون از کاروان نشوند. فاصله شان البته زیاد است، ولی فرصت هم هست برای ورزشگران ازبک تا بتوانند 3 گانه قزاق را که حالا اینجا در حرکت می باشند بازم طبق همون رقم هایی که دارند
8, 9, 10 و این هم ویناکروف نیکلاس، پرونسکی دانیل و بروسینسکی گلب در حرکت هستند. از این کاروان باشد هیچ کدام نمیتوانند جدا بشوند. یک کاروانه که دیگر در عقب باید باشد، چون گفتیم در این سبقت 32 نفر اشتراک میکنند. دیروز هم چمپیونات آسیا در شاهراه جریان داشت، روز سیوم بود و سبقت های بانوان تا 23 سال در مسافه 24 کیلومتر، مسابقه انفرادی در علیحدگی بانوان هم یکچین در مسافه 24 کیلومتر و مسابقه انفرادی مردها با مسافه 24 کیلومتر برگزار شدند. در روزهای قبلی نیز ورزشکاران تاجیک اشتراک داشتند و امروز هم 4 ورزشکار تاجیک به سبقت میپردازند، ولی نه در صفحه پیش‌صفان و در کاروان دومی که در حال تعقیب این نفران هست دیده نمیشوند. و دستگیری و مخلصی مردم رو بینید برای پیش‌صفان چگونه است. این هم قابل ستایش است، زیرا فرهنگ از همین چیزها آغاز می‌یابد. یعنی دستگیری ورزشکاران برای آنها نیز بسیار پسند خواهد بود وقتی مردم آنها را ترغیب و تشویق میکنند و کفکوبی و دستگیری مردم را میبینیم قابل ستایش است. و ما هم از جانب خود که مردمی همین سرزمین هستیم از هموطنان خود عرض سپاس و تشکر میگویم که ورزشکاران دیگر کشورها را با کفکوبی و حتی اگر با صدای هشتگ هم باشد تشویق و ترغیب میکنند، چون واقعا هم 130 کیلومتر را طی کردن با سرعت بلند چقدر استواری و تحمل و نیرو میخواهد. بازم دستگیری و کفکوبی مردم از این کاروانی که در تعقیب پیش‌صفان هستند و شهر دوشنبه را با چمپیونات آسیا آرا داده ایستند، در حالی که خود شهر دوشنبه به این هم با ایام نوروز بسیار آرایش یافته است. طبیعت زیبا شده، خوشمنظری دیگر گردیده. خب پیش‌صفان کم کم به محله یا به نزد سرک دولتی نزدیک شده ایستادند. خیابان نعمت قربایف را به انجام میرسانند و آنهایی که در حال تعقیب کردن هستند خیلی فاصله دارند از سه ورزشکاری قزاق، از جمله همین ورزشکاری ازبک که در حرکت هست، دمیتری بچاروف. تلاش زیاد کرده ایستادند ورزشکاران ازبکستان تا به این پیش‌صفان برسند، ولی ببینید در پس منظری این سه قزاق هیچ کس نمی نماید از آن دوری های دور. خیلی فاصله گرفتند. به نظر می رسد قصاصشان را از دو شکستی که امروز در دو نمودی سبقت ها داشتند می خواهند از ورزشکاران ازبک بگیرند.
نوروز این شب و روزها هم در شهر دوشنبه و هم در سراسر جمهوری تاجیکستان تجلیل می شوند. در نقاط گوناگون مسابقه بسیار با شکوه گوشتن میلی و دیگر نمود مسابقه در سطح محل و دهات مثل بندکشی، مثل دویدن به درازا، مثل همین دوچرخرانی هم در بعض دهات برگزار می شود. اسب سواری ها، بوزکشی ها، اسب دوانی ها جریان دارد و شهر دوشنبه هم نوروز بین المللی را با مسابقه های بین المللی پیشواز گرفته ایستاده است و همکنون هیئت پیش صفان که 3 ورزشگر قزاقستان هستند از نزد سرک دولتی شهر دوشنبه به سمت خیابان سعدی شیرازی در حرکت هستند تا برسند به خیابان ابن سینا. گفتیم که نه تنها معرفی شهر و دهات و زیبایی و ایام نوروزمان هستیم، بزرگانمان را نیز با این شکل برای جهانیان معرفی کرده استیم. فعلا برمیگردند به خیابان ابو علی ابن سینا از افتخارات مردم تاجیکستان. دوشنبه شهر، شهر خوب و زیبای دوشنبه شهر، شهر آرزوهایی و این 4مین روز است که چمپیون های آسیا در اینجا یا آنهایی که میخواستند آرزوی چمپیون آسیا شدن را داشتند این آرزوهایشان عملی شده ایستاده است. دوشنبه شهر علم و عرفانی، دوشنبه تو شهر دل و جانی و واقعا هم البته مهمانان نه تنها در شهر دوشنبه در شهر حصار هم حضور دارند و از منظره های زیبای کوهستان در وادی حصار نیز لذت برده ایستادند، زیرا مکانی ایستادنشان آسایشگاهی شاهنبری شهر حصار است که واقعا هم پس از بازسازی به مکان دلپذیر تبدیل شده است. چی باد و هوایی دارد، چی امکانات اونجا تهیه کردند و حضور ورزشگران دوچرخه سواران قاره آسیا را واقعا هم در آنجا دلپذیر کردند. تمامی شرایط و امکانات برای برگزاری این مسابقه مهیا است و با مراجعت به آسایشگاه شانبری دیدیم که امکان قبول هر گونه مهمانان مسابقه بین المللی را دارد. خب ورزشگران کم کم به کیلومترهای نهایی نزدیک می شوند. همچنان ورزشگران ازبک نتوانستند به ورزشگران قزاق رسیده بگیرند چون گفتیم فاصله بسیار زیاد است. همکنون از نزد سرک دولتی این ورزشگران نیز عبور خواهند کرد ولی سراسیمه نیستند، برخلاف یا برعکس دوچرخه سواران قزاق. اینها هم از گلگشت نزد بینای سرک دولتی عبور میکنند و چه لاله های زیبایی در کشورمان روییده است. نه تنها کوه های بلندش بلکه شهر دوشنبهش لاله‌زار، آبهایش همچو قلبش بی غبار. خب کم کم ورزشگران از نزد بینای سرک دولتی که گفتیم با گلهای لاله بسیار زیبا آراسته شده است در حرکت هستند. و این هم ورزشگران پیش صف از جمله بروسنسکی گلیب بود که از او نیکلاس ویناکوروف و ورزشگر دیگر
دانیل پرونسکی میگذارند و او را برای استراحت در سایه خودشان آماده میکنند. خب در خیابان ابو علی ابن سینا از افتخارات و بزرگان تاجیکستان قرار دارند ورزشگران و هر لحظه به نقطه نهایی یا کیلومترهای نهایی نزدیکتر و نزدیکتر می شویم. در هر صورت ورزشگر ایرانی هم در کنار دو ورزشگر ازبک در حرکت هستند و در تعقیب پیشصفانه سه ورزشگر قزاق قرار دارند. ورزشگر بحرینی را میبینیم که اینجا او هم از منطقه یا از نزد گلگشت سرک دولتی گذشت. این ورزشگر بحرینی هم که تحت رقم 3 هنرنمایی میکند مدن احمد است که الکی صاحب عنوان قهرمانی در چمپیونات آسیا میان مردان تا 23 ساله شده است. یعنی نشان طلا را به دست آورد در سبقت‌های انفرادی وقتدار به مسافه 24 کیلومتر میان مردان 23 ساله. صاحب عنوان قهرمانی آسیا گردید. همچنان در خیابانی ابو علی ابن سینا در حرکت هستند ورزشگران. اگر خطا نکنم این هم ورزشگر آیدین علیاری هست که در همین چمپیونات الکی زینه سیم رو در همون سبقت هایی که احمد مدن صاحب زینه افتخاری شده بود او هم گردید. نه، این آقا کاشی مهدی بوده است که اینجا در حرکت هست. لباسهایشان یک گونه، پوشششان یک گونه، فقط از روی شماره بدنشان میتوانند یا پوشینهشان میتوانند ها را تفاوتشان را دانست. این آقا کاشی بوده است و بینید ورزشگران دیگر الکی به خیابان اسماعیل سامانی وارد شدند و از روی استکت در اینجا عبور کرده ایستادند. ولی هنوز هیچ کدام از دیگر ورزشگران توده حتی به خیابان اسماعیل سامانی وارد نشده است. در نزد محله قریه بالا یا بیمارخانه قریه بالا قرار دارند. همچنان ورزشگران ازبک نتوانستند از این کاروان جدا شوند. به نظر می رسد فاصله دوچرخه سواران قزاق خیلی زیاد باشد، زیرا تلاش سخت و جدی را از ورزشگران ازبک هم نمیبینیم یا اینکه شاید مهارتشان به آن حد نیست که بتوانند با سه ورزشگر قزاق نیرو سنجند. خب این همان گلگشت نزد سرک دولتی هست. حتما کدام یک ورزشگر دیگر هم اینجا چرخید به سمت خیابانی سعدی شیرازی تا برود به خیابانی ابو علی ابن سینا. 4 نفر ورزشگر آنجا در حرکت هستند. پس از چند به سمت خیابانی ابو علی ابن سینا باز میگردند. البته در میان ورزشگران ازبک هم گفتیم
ورزشکاران توانایی هم هستند که الکی صاحب نشانهای این چمپیونات شدن. همین الکسی فاموسکی که در هیئت ازبکستان در حرکت هست الکی صاحب نشان نقره یا نایب قهرمان آسیا در میان 23 ساله ها در سبقت‌های انفرادی گشته است که آنجا احمد مدن صاحب عنوان قهرمانی گردیده بود. گفتیم در همین جا الکی 3 جایزه داری بازی‌های یا چمپیونات آسیا حضور دارند. جالب اینجاست که در میان هیئت ازبکستان که همکنون آنها در حال تعقیب کردن ورزشکاران قزاق هستند، یک نفر از اشتراکچیانشان اگر خطا نکنم طبق چیزهایی که ما دیدیم مراد جان خالمرادوف حدود 38 یا 39 سال سن و سال دارد ولی صاحب جایزه گردید در سبقت‌های انفرادی یکچین مردان در مسافه 24 کیلومتر که با آغازهای جداگانه شروع می شد. صاحب نشانی نقره گردید در 39 سالگی اگر خطا نکنم تا جایی که میدونم یکی از بزرگسالترین ورزشکارانی است که در این چمپیونات صاحب نشان چمپیونات آسیا قهرمانی آسیا گردید. و ناریوکی مسعود از ژاپن هم در این قهرمانی آسیا در شهر دوشنبه صاحب نشان نقره و عنوان نایب قهرمان آسیا در سبقت‌های همین انفرادی که مراد جان خالمرادوف از ازبکستان بزرگسالترین ورزشکاری نشاندار گوییم هم به دست آورد. خب هیئت سیم ورزشگران هم اینجا در حرکت هستند و از سمت شرق به سوی دروازه های غربی شهر دوشنبه در حرکت هستند در روی استکتی که واقعا هم مشکل رفت آمدی ماشین ها رو در شهر دوشنبه خیلی آسان تر کرده است. در حرکت هستند و ببینید ورزشکاران قزاق قلقه از دروازه های غربی شهر دوشنبه میچرخند و مسافه کمتر میموند. این گلگشتی که میبینید در دروازه های غربی شهر دوشنبه قرار دارد. بیاید ببینیم که از آن طرف آیا نماینده یگان کشور حتی نمایان هست یا نه. باز هم ویناکوروف نیکلاس هست، فرزند قهرمانی المپی. گفتیم که انتظار داشت روز قبل صاحب نشان قهرمانی آسیا گردد ولی نشد، اما امروز مطمئنا خواهد شد با این روندی که دارد و در صف پیش هم هست. خب دوچرخه هایی که میبینید اینجا ورزشگران دارند واقعا هم دوچرخه های عادی نیست، با مواد و متل های مخصوص ساخته می شوند که بسیار سبک هستند، راندنشان آسانتر. همگی 8 9 10 کیلوگرم وزن دارند که انتقال دادنشان هم بسیار آسان است. و ولسیپدها یا دوچرخه های سرعتی می باشند. باز هم دوشنبه شهر خوب و زیبای دوشنبه شهر آرزوهای این سه ورزشگر به سمت آرزوی خود، بخصوص همین نیکلاس ویناکوروف که میخواهد در نزد پدری خودش در قهرمانی آسیا به یگان نشان دست یابد و چنین به نظر میرسد که او را به همین کار به سمت پیش برده ایستادند. کم کم به خط
آخری مسابقه نزدیک شده ایستادند ورزشگران و از محله 102 شهر دوشنبه عبور میکنند. هنوز هم معلوم می شود یگان ورزشگر از کدام کشور در خط نهایی قرار دارد. پرونسکی دانیل رو برای ما می نویسند. البته اینجا تحت رقم 9 پرونسکی دانیل است که حالا فعلا بعضینه یا آخر شد. سپس پیش از او ویناکوروف و تحت رقم 10 بروسنسکی گلیب در حرکت هستند. و بله واقعا هم نو بعضی از ورزشگران به نزد سرک دولتی رسیدن و از گلگشت آنجا ورزشگران عراق و ایران در حرکت هستند. این همون آیدین علیاری است که صاحب نشان چمپیونات آسیا گردیده است در این سبقت ها و خیلی دور مانده است. معلوم است در مسافه های دور یا در دوچرخه‌رانی کوهی مشکل دارد. او در دوچرخه‌رانی سرعتی احتمالاً خوب هست. خب ورزشگران قزاق علکه از محله 82 شهر دوشنبه در حال عبور کردن هست و خیلی فاصله که دارن. هر اشاره‌ای که دلش میخواهد میتواند انجام بدهد. به قول چون این فرصت و امکان را بدون مشکل دارند. فاصله شان بسیار زیاد است از حریفان دیگر. همچنان پیش صف هستند. خب به خط 3 ورزشگر قزاق همکنون به محله قره بالا یا استکتی که دوم پس از در این محله قرار دارد نزدیک شده ایستادند و سرعتشان همچنان زیاد است. حالا برای ما نشان ندادند که دیگر ورزشگران که در کاروان‌های خرد خرد تقسیم شدند در کجا قرار دارند. در هر صورت آنها الکی از جاده های 3 طبقه شهر دوشنبه عبور کردند و از نزدیکی محله قره بالا و از طریق خیابان اسماعیل سامانی به سمت خیابان استاد رودکی اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک گویم یا کلاسیکی فارس و تاجیک در حرکت هستند و بسیار رمزی است که رقابت در خیابان رودکی آغاز و در خیابان رودکی به انجام می رسد و میدانش هم میدان خوب انتخاب شده است. میدان دوستی است و اساسگذار دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی نیز در آنجا پیکرش وجود دارد. تاج و تختش حضور دارد. واقعا هم که اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هموطنی اویم، او هموطنی ما بود. و کاخ دیدنی نوروز که باز هم یک دیگر از افتخارات هر تاجیک و تاجیکستانی محسوب می شود. هر کسی وارد این کاخ زیبای نوروز می شود مفتونی آن همه زیبایی های می شود که هنرمندان تاجیک به وجود آوردند یا ایجاد کردند. خب ببینیم که ورزشگران توده دوم که اساساً از کشور ازبکستان هستند به تازگی در
از محله 102 عبور کرده به محله 82 نزدیک شدند. ولی اینجا میبینیم که با 2 کیلومتر که دیگر تا انجامی سبقت 130 کیلومتر باقی مانده است و ورزشگران قزاق همچنان که میبینید در پشت منظرشان فقط آفتاب میتابد و خلاص. ورزشگران هنوز در پشت سری آنها نمیتابند. 1 کیلومتر دیگر باقی میماند تا رسیدن به خط نهایی و ورزشگران قزاق 3 نفری برای 3 تا نشان قهرمانی آسیا تلاش خواهند کرد و بیاد ببینیم که اولین شده کی را به خط نهایی می سپارند. آیا میان این 3 ورزشگر هم رقابتی صورت میگیرد یا نه؟ آن چیزی که ما در 2 سبقت قبلی دیدیم که ورزشگران ازبکستان و قزاقستان در چند صد متری مانده به خط نهایی یک هجوم یا حمله انجام میدن یا آنجا فقط نیروی همدیگر را میسنجند. ولی وقتی از یک دسته 3 نفر از یک کشور 3 نفر که همدیگر رو خوب میشناسند، این زینه ها را چگونه با همدیگر تقسیم میکرده باشند؟ اگر از روی عدالت بگیریم باید هر کدام تلاشش را بکند و روی عنوان قهرمانی هر کی بهتر بود بگذار بهترین عنوان قهرمان را به دست بیاورد. و هم اکنون 500 متر دیگر ورزشگران به جاده راست خط نهایی راست شدن به قول و بیاد ببینیم که تا با آخر آیا همین گونه راحت می روند یا نه در مترها یا 100 مترهای اخیر سبقت انجام خواهند داد. صحبت کنان می آیند و می بینید که هنوز این کاروان دوم تازه به جاده های 3 طبقه نزدیک محله قریب بالا می رسند. راحت آمده ایستادند، هیچ تلاش یا کوشش برای جابجا شدن ندارند. دیگر مرپیچ حرکت نمی کنند زیرا هر 3 ورزشگر از یک جان و به نظر می رسد مصلحتی هم کردند. اون نفری که در بین در حرکت بود با او اشاره کردند و او هم خودش می گفت شاید من می گفت بیاد ببینیم که چی مصلحت کردن. ولی به نظر می رسد مصلحت کردن کاری درستی نیست. یک مصلحتی که در همین سبقت قبلی ورزشگران ازبک و قزاق کردن باعث دردسری ورزشگران قزاق شد. اینجا هم باید بهترین تلاش‌هایشان را انجام دهد، ولی نه، آنها دست ها را بالا میکنند و مثل تور د فرانس و ولت اسپانیا جیرو د ایتالیا دست ها را بالا میکنند و بله واقعا هم نفری که در بین در حرکت هست با عنوان قهرمانی میرسد. ببینیم که این نفر تحت رقمی 10 ورزشگر بروسنسکی گلب هست که عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود میکند و 2 نفر دیگر نیکلاس ویناکوروف و پرونسکی دانیل زینه های بعدی را اشغال میکنند که حالا برای ما داوران دقیقش را پیشکش خواهند کرد، زیرا ما از اینجا مدت زمانی آنها را دقیق دیدن نمیتونیم. فقط دیدیم که نفری که در بین بود و از همان اول با او اشاره داشتند و صحبت داشتند قهرمان آسیا آید به دوچرخه سواری گردید بروسنسکی گلب و این ورزشگران را بینید برای بهتر کردن نتیجه خود یا رکورد خود اینجا تلاش دارند، زیرا هر 3 زینه افتخاری الکی نصیبی ورزشگران قزاق گردید. در هر صورت این یک تلاش ها برای کسب زینه های بعدی الکی همون زینه های بعدی هم شاید برای آنها منفعت آور خواهد بود، زیرا این گونه مورپیچ در حرکت هستند. سبقت های واقعی وقتی که از چند دسته هستند این گونه صورت میگیرند در کیلومترهای آخر تا نفری که پیش میگذارد مقاومت هوا را ببرد برایش مشکل تر خواهد بود. ببینید این مورپیچ همچنان ادامه دارد و ورزشگران مغولستان، ازبکستان، ایران و عراق هستند که اینجا در حرکت هستند. در صفحه پیش تنها اشتراکچی از کشور مغولستان است که هرچی میخواد دیگران را به پیش گذراند ولی از اون نمیگذارند. دقیق‌ترش ورزشگری کشور مغولستان هست که آن هم بدسنگل امرتوفشین می باشد. هنوز هم در صفحه پیش هرچی میخواهد ورزشگران دیگر به پیش گذارند و او
به قول برنده هوا نباشد، این کار را به او اجازت نمیدهند. پشت سر او در حرکتند ورزشکاران ازبک، عراقی و ایرانی. و جالب اینجاست که ورزشکار ایرانی آمده به اینجا رسیده است. در هر صورت نفری بود که از صف خیلی عقب افتاده بود، علیاری آیدین، و آنها نیز به کیلومتر آخر نزدیک می شوند. این هم ورزشکار کشور تاجیکستان است که تازه از نزد سرک دولتی تاجیکستان عبور می کند و او هم منوچهر عبداللایف. منوچهرهای دیگر در کجا هستند؟ متاسفانه کارگردانان برای ما امکانی نشان دادن را ندارند و اینجا حالا کم کم ورزشکاران به 500 متر باقی مانده نزدیک میشن تا به جاده یا شاهراه استاد رودکی وارد شوند و سبقت‌های جدیشان را آنجا انجام دهند. ولی به خیابان رودکی الکی نزدیک میرسیم. خیابانی اسماعیل سامانی تمام شد، خیابان استاد رودکی آغاز گردید، ولی اسماعیل سامانی در میدان دوستی خیابان رودکی منتظری این دو چرخ سواران از قاره آسیا هست تا ببینیم که نتیجه چگونه داشته باشند. خب برای زینه های چهارم به بعد این ورزشکاران تلاش میکنند، ولی در هر صورت میاد همچنان رقابت بین آنها وجود دارد. چند صد مترکی دیگر تا میدان دوستی که خط نهایی در آنجا قرار دارد، خط آغاز هم و خط نهایی هم. در انجام شاید یگان تلاش برای بهتر کردن نتیجه خودشان انجام بدهند. ورزشکار کشور ازبکستان با نظاره به دیگر ورزشکاران در حرکت هست. پس از او ورزشکار ایرانی و عراقی. یک ورزشکار دیگر هم آنجا دیده بودیم که حضور دارد، از مغولستان بود اگر خطا نکنم. بله از مغولستان است. تنها اشتراکچی از مغولستان امرتوفشین. خب به خط نهایی نزدیک شدیم و ورزشکاران تلاش کرده ایستادند که باز هم به نتیجه های بهتری به دست بیارن و بین خودشان یک سبقت بسیار جدی انجام بدن و در این سبقت که برای جایهای غیر افتخاری گویم برگزار می شود، دو زینه اول را ورزشکاران ازبکستان سپس ورزشکار ایرانی عبور می کنند. همینطور یک ورزشکاران به خط نهایی می رسند و باید قیدم که اون علیاری آیدین نبوده است، بلکه ورزشکار دیگر ایرانی لبیب شتربان بود در بین ورزشکاران ازبک و عراقی و مغولستانی در حرکت بود. و همچنین یک دیگر با ثبت مدت زمانی که 130 کیلومتر را طی کردن به اینجا نزدیک می شوند. این چهارمین روز چمپیونات آسیا آید به دوچرخه سواری هست و عنوان قهرمانی نصیب ورزشکاران قزاق گردید. البته نه تنها عنوان قهرمانی بلکه هر سه مقام افتخاری نصیب آنها شد. امیدواریم که ورزشکاران تاجیک هم آمده به خط مره خواهند رسید. این هم باز یک ورزشکار دیگر از بحرین است اگر خطا نکنم، چون لباس است لباسی عراقی ها میموند. بله ورزشکار بحرینی است این ورزشکار. ناصر احمد و مدن احمد بودند که در حرکت بودند. با خط نهایی رسید. یکی از اینها الکی عنوان قهرمانی را داشت از ورزشکاران بحرینی. ببینیم آیا همین ورزشکار از خط نهایی گذشت و در خود دوچرخه های آنها ساعت های مخصوصی گذاشته شده است که برای خودشان هم مدت زمان خود را به ثبت میرسانند. و همچنان که می‌بینیم اینجا اسلام جانوف ارکن از کشور قزاقستان که الکی ورزشکاران کشورشان همه جایهای افتخار را از خود کردن با ورزشکاران تاجیک در حرکت هست. یکی از آنها تاجیکی و دو نفرشان عراقی. به هر حال امیدواریم که ورزشکار تاجیک هم مدت زمانی برای خودش بهترین رو در این مسابقه به ثبت میرساند. همچنانی که گفتیم اگر نتوانیم رکورد دیگران رو شکسته، باید بهتر است که هر روز رکورد خودمان را بشکنیم. یعنی اگر تا این لحظه نشاندادی او در این
سبقت ها مدت زمانی مثلا در 130 کیلومتر حدود 2.5 ساعت باشد، شاید این بار 2 ساعت و 20 دقیقه باید می آمد تا رکورد خودش را نو کند و همین طور وقتی رکوردهای خود را نو می کنید به رکورد جهانی هم خواهید رسید. بله، یک ورزشکاری دیگر از پشت سر این مارشال به قول افرادی که در موتورسیکل ها در حرکت هستند، مارشال ها هستند که در کنار برای راهنمایی دوچرخه‌رانان در حرکت خواهند بود. و این هم باغ استاد رودکی در خیابان رودکی که شهر دوشنبه را آرا و زیبا کرده است، آرا داده و زیبا کرده است. شهر آرزوهای همه ساکنان تاجیکستان که گفتم تو را از آرزوها آفریدن، تو را امیدها تعمیر کردن، تو را از کلبه تا قصر آوریدن، تو را پرداز از تدبیر کردن. خب باز یک ورزشکار دیگر به خط نهایی رسید. از صورتی که داشت این ورزشکار ایرانی است. بیاید ببینیم که آیا همین آیدین باشد یا نه. باز هم نه، آیدین نیست، آقا کاشی مهدی است. دو نفری که نشان در این چمپیونات آسیا نداشتند از اون نفری که صاحب زینه سوم چمپیونات آسیا در سبقت‌های انفرادی مدتدار یا زماندار وقتدار بود آمده رسید. به هر حال یک ورزشکار تاجیک رو در این بین می‌بینیم که باز هم به سمت خط نهایی در حرکت هست. اگر خطا نکنم 2 نفر، نه اون یکیش عراقی است. ورزشکار بحرینی در اینجا آمده میرسد، احتمالاً این همان مدن احمد باشد. با همراهی آیدین علیاری که هر دو هم صاحب نشانهای قهرمانی آسیا گردیدند. خب براحت بدون تلاش جدی از خط نهایی عبور میکند، در حالی که بهتر میبود یک 2 پیدل دیگر میزد تا با سرعت بلندتر وارد گردد. خب همینطور ورزشکار تاجیک هم آمده به خط نهایی میرسد. و این هم ورزشکار قزاق است که 4مین ورزشکار اشتراکچیشان سلامجانوف اورکن می باشد. تاجیکستان پرچمت پاینده باد، جاویدان فرزندهایت زنده باد. اینجا شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان است که به این زیبایی ما آن را از بلندی پرواز پرنده ها مشاهده می کنیم. رودخانه هم بین شهر دوشنبه را آرام می دهد. سرسبزی وطنمان واقعا هم دیدنی است. دیارم تاجیکستان نام دارد، فضای دلکش و آرام دارد. خب ورزشکاران دیگری هم به خط نهایی آمده میرسند. و باعث کفکوبی مخلصان دوچرخه سواری می شوند. در هر صورت این است علیاری آیدین که در سبقت‌های انفرادی به مسافه 24 کیلومتر وقتدار زینه سوم را به خود اختصاص. و هم اکنون در مراسم جایزه سپاری قرار داریم و 3 ورزشگر کشور قزاقستان زینه های افتخاری را به خود اختصاص دادند و نیکلاس وینکوروف بود است که زینه سوم را به خود اختصاص داده. فرزند قهرمان المپی و جایزه‌دار المپی است و اولین نشانش را در قاره آسیا به دست می‌آورد. تاکنون او در هیچ کدام مسابقه بین المللی صاحب نشان نشده بود و این اولین بار است که فرزند قهرمان المپی صاحب مدال می‌گردد. و ببینید حتی راهبر کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا و کاتب گنرالیش هم دست این پسر جوان را می‌فشارند، چون با پدر او دوستی و همراهی زیادی داشتند، چون قهرمان المپیست و از ستاره های دوچرخه سواری آسیا محسوب می شود. و در زینه دوم ورزشگر کشور باز هم قزاقستان پرونسکی دانیل قرار داشت که صاحب
نشان نقره و گلدسته بهاری شد و این هم قهرمانی آسیا آید به دوچرخه سواری شاهراه در مسافه 130 کیلومتر که تا امروز طولانی ترین مسیر محسوب می شد. ورزشگر کشور قزاقستان گلب بروسنسکی می باشد که پیراهن قهرمانی را نیز بر تن کرد و این پیروزی بر آنها مبارک باشد. امروز در این مسابقه 3 سبقت صورت گرفت. میانی بانوان در مسافه 161 کیلومتر، میانی مردان در مسافه جوان مردان در مسافه 111 کیلومتر و میانی مردان زیر 23 سال در مسافه 130 کیلومتر که همکنون به انجام می رسید و سرعت های خاطروی گرفته می شوند. سرعت خاطروی با ورزشگران قهرمانی آسیا. امروز در این 3 سبقت ورزشگران ازبکستان و قزاقستان درخشیدند. دو زینه اول دو قهرمان آسیا را ورزشگران کشور ازبکستان صاحب گردند و نهایتاً همه مقام های افتخاری را در 3م سبقت هر 3 مقام افتخاری را ورزشگران کشور قزاقستان صاحب گردیدند و سرود ملی آنها در فراز دوشنبه به صدا در می آید. همینطور چهارمین روز با یک خاتمه بسیار جالبی به انجام رسید. هر 3 جای افتخاری را ورزشگران قزاقستان به دست آوردند و امیدواریم که روز فرا رسد که دوچرخه سواران تاجیک نیز رنگ سرخ و سفید و سبز تاجیکستان را در مسابقه بین المللی پرافشان نمایند. خوشحالم از دیدار شما. مرحبا، پیوست شوید به جریان مسابقات ولاسیپدرانی.